سلام بر همه دوستای عزیزم. بعد از مدت‌ها بالاخره برگشتم. تو این مدت کلی پیام ازتون گرفتم که امید کی دوباره آموزشاتو شروع میکنی. حقیقتش زندگی گاهی آدم رو به مسیرهای مختلفی میبره، اما اشتیاق من برای آموزش زبان و ارتباط با شما هیچ وقت خاموش نشد. امروز اینجا هستم تا با انرژی تازه و برنامه‌های جدید فصل جدید کانالم رو شروع کنم. از کمربندهاتون رو ببندین، چون قرار سفرمون از فرودگاه یعنی نقطه شروع خیلی از ماجراجویی‌ها آغاز کنیم. بخش 1. خوشامدگویی و شروع مکالمه. اولین قدم برای ارتباط با دیگران سلام کردن و شروع مکالمه است. در ترکیه استانبولی برای سلام میگیم مرحبا. مرحبا. برای گفتن صبح بخیر میگیم günaydın. günaydın. وقتی کسی کاری برات انجام داد میتونی ازش تشکر کنی با teşekkür ederim. teşekkür ederim. وقتی بخوای عذرخواهی یا توجه کسی رو به خودت جلب کنی میگی özür dilerim. özür dilerim. و اگر بخوای بپرسی طرف یا مخاطبت انگلیسی بلده میگی İngilizce biliyor musunuz? İngilizce biliyor musunuz? بخش 2. چکین و رزرو. وقتی به باجه فرودگاه میرسی این جمله به کارت میاد. میخوام چکین انجام دهم. تو ترکیه حالا اینو چجوری بگیم؟ میگیم kayıt yaptırmak istiyorum. kayıt yaptırmak istiyorum. اگه رزرو داری از قبل میگی رزرواسیونum var. اگه کارت سوار شدنت رو گم کردی میگی biniş kartımı kaybettim. biniş kartımı kaybettim. برای تحویل دادن چمدان میگیم bagajımı teslim etmek istiyorum. bagajımı teslim etmek istiyorum. و اگه میخوای صندلیتو ارتقا بدی میگی koltuğumu yükseltmek istiyorum. بخش 3. کنترل پاسپورت و ویزا. اینجا باید مدارکت رو آماده داشته باشی. پاسپورتومو gösterebilir miyim؟ یعنی میتونم پاسپورتمو نشون بدم. پاسپورت کنترلو nerede؟ یعنی کنترل گذرنامه کجاست؟ حالا برای پرسیدن ویزا هم اینطوری میپرسیم. vize gerekiyor mu؟ vize gerekiyor mu؟ برای پیدا کردن منطقه ترانزیت هم میگیم ترانزیت alanı nerede؟ ترانزیت alanı nerede؟ بخش 4. گیت و سوار شدن. وقتی به گیت نزدیک شدی میگی biniş kapısı nerede؟ biniş kapısı nerede؟ یعنی گیت سوار شدن کجاست؟ biniş saati ne zaman başlıyor؟ biniş saati ne zaman başlıyor؟ یعنی سوار شدن چه زمانی شروع میشه؟ وقتی میخوایم بگیم آیا پروازم تأخیر دارد میگیم uçağım gecikti mi؟ uçağım gecikti mi؟ و اگر بدشانسی آوردی و پروازت رو از دست دادی میگی uçağı kaçırdım. uçağı kaçırdım. خب دوستان، اینم از جلسه امروز. حتما این جملات رو چند بار با خودتون تکرار کنید تا توی سفر واقعی آماده باشید. این فقط قسمت اوله و تو قسمت بعد مکالمات داخل هواپیما رو با هم یاد میگیریم. دوستای گلم، اگر از این آموزش لذت بردین و دلتون میخواد درسای بعد رو هم از دست ندین، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو هم فعال کنید تا از ویدیوهای جدید خبردار بشین.
پشتیبانی شما انرژی منه برای ساختن مطالب بیشتر و بهتر. مرسی که تا اینجا همراه بودین. görüşürüz.